گاهی زندگی ما را درست در نقطه‌ای می نشاند که اسمش را صفر گذاشته ایم. نقطه‌ای که در آن هیچ چیز روشن نیست. هیچ راه پیدا نیست و فقط یک سکوت سنگین اطرافمان را پر کرده. شاید فکر کنی عقب مانده ای، شاید حس کنی فرصت ها رفتن و دیگر دیر شده. اما حقیقت این است نقطه صفر پایان نیست. گاهی زیباترین شروع ها از همینجا آغاز می شود. برای شروع دوباره باید بپذیری کجایی. پذیرش یعنی نگاه کردن به واقعیت ها بدون فرار. یعنی گفتن این جمله ساده: این جایی که من هستم، اما مقصد من اینجا نیست. همین یک جمله شروع مسیر جدید است. هیچ کس کامل شروع نکرده. هیچ کس در اوج متولد نشده. هر انسانی که امروز تو را الهام می‌دهد روزی همینجا بوده. در همین بی‌پولی، همین بی‌کسی، همین تاریکی. اما یک چیز داشته: جرأت برداشتن قدم اول. برای حرکت از نقطه صفر لازم نیست همه چیز را یک باره تغییر دهی. فقط کافی است یک قدم کوچک برداری. همین قدم های کوچکند که جمع می شوند و تو را از نقطه‌ای که امروز ایستاده ای دور می کنند، به آن که حتی متوجه شوی. اما برای جلو رفتن باید سبک شوی. از آدم های منفی فاصله بگیر. از مقایسه های بیفایده فاصله بگیر. از عادت هایی که زمان و جان تو را میبلند فاصله بگیر. موفقیت گاهی با اضافه کردن شروع نمی شود. با حذف کردن ها شروع می شود. در نقطه صفر بزرگترین ثروت تو مهارت توست. نه شرایطت، نه امکاناتت، نه ظاهرت، نه زندگیت. هر مهارتی که یاد میگیری یک قدم تو را به آینده‌ای که میخواهی نزدیکتر میکند. سختی ها دشمن تو نیستند. سختی ها آمدن تا تو را شکل بدهند. همه کسانی که موفق شدن بارها خسته شدند، شکست خوردند، گریه کردند، اما یک چیز آنها را جدا میکند: ادامه دادن. نقطه صفر یعنی پایان گذشته، اما آغاز آینده‌ای که هنوز نوشته نشده. جایی که میتوانی نسخه جدیدی از خودت بسازی. نسخه قوی‌تر، آگاه‌تر و باورمندتر. پس بپذیر که جایی. ذهنت را بساز. یک قدم کوچک بردار. چیزهای منفی را حذف کن.